سلام دارم. امشب من اینجا حضور پیدا کردم تا حقانیت اسلام و ایران رو بخوام به تمام جهانیان نشون بدم و اگر امکان داره من یک پیامی رو به انگلیسی خطاب مردم جهان بگم. I want to speak English with all freedom lovers all around the world. Don't doubt Islam is right and God's support to end this shame is coming soon. And as long as we don't clear the Middle East of Israeli and American soldiers and military, we are at the squares of city and here is Enqilab Square, Tehran, ایران. و مضمون پیامم این بود که خواستم خطاب به تمام آزاده‌خواهان جهان عرض بکنم که اسلام بر حقه و شکی در این موضوع نداشته باشید و تا زمانی که این پیروزی از آن ایران و تمام کشورهای مسلمان جهان نباشه و به دست نیاد، هر شب در این میادین هستیم. اینجا انقلاب، تهران، ایران.